دوستان عزیز هر جای باشین جور و سلامت باشین. امروز میخواستم یک درباره آموزش کردیت اضافه کردن در افغانستان، داخل افغانستان باشین یا هر جای دنیا باشین شما میتوانید به راحتی کردیت اضافه کنید در اتصالات. امروز مورد ما اتصالات است. اگر شما کدام سیم کارت استفاده میکنین با کامنت نوشته کنین، درباره از اینم ویدیو آینده جور میکنیم. زیاد بچه ها زیاد رفیقای ما زیاد خواهش کرده ما یک ویدیو جور کنیم، گفتیم از این ویدیو زیاد نفر ببینه، دوستاش ما شیر کنین، لایک کنین، تیک توک ما تعقیب کنین. بریم دربارهش. حالا اینجا میبینین، اینجا حسابتان است، اینجا کردیت اضافه کردن کردیت است. اینجا خدمات از کردیت نوشته است. اینجا روش نوشته میکنید داخل افغانستان میخواین چارج کنین یا میخواین از خارج کشور. من میگم از خارج کشور. بعد اینجا یک صفحه میآید. خب این صفحه آمد. اینجا کسانی که میخواین کردیت روان کنین شماره ایش نوشته میکنین. بعد مرحله دوم میرسین، بعد مرحله سوم میرسین، بعد مرحله چهارم پرداخت کردیت کارت شما میخواد. این مربوط اتصالات است. این وبسایت دیگه وبسایت نیست که چیز باشه که پول شما را بخوره. من خودم استفاده کردیم، بعدن شما را میگیم. وقت خودم استفاده نکردن ویدیو جور نمیکنیم. خب مرحله ما اقدر کردیت گرفتیم. اینجا بالای شماره تلفن و مشخص دیده میشه. اینا را پنهان کردیم که اینجا نام میایه که کسانی که این شماره نام او قید است. باز از این یک ذره پایین میایین. اینجا چیز است، مثال ساعت 24 ساعته میخواین اینترنت بگیرین، روزانه میخواین اینترنت بگیرین، 30 روزانه، هفتهوار، 2 هفتهوار، ماهوار، 1 ماه، یعنی 90 روز. بس های اینترنت شبانه خیلی ارزان است. بخاطر از این باز ماهانه است، روی ماهانه میزنیم. مثال اینجا میآید. تمام. به شرطی که بالا اول کردیت اضافه کنین، بعد اینا رو انجام میدین راحت است. وقتی بالا ما حال کردیت داریم چارج کردیم، ببینین ما اول 1 جیب اینترنت گرفته بودیم. 1 جیب اینترنت 199 ام بی اینترنت مانده. اینا رو هم دیده میتونین. پایینی است 24 ساعته گرفتیم، از اینم 39 مانده. باز پایینی 30 جیب اینترنت گرفتیم. ای حالا شروع نشده. اوکی، این برنامه شاید بون این برنامه رو وقت پال کردن شماره افغانستان اتصالات کسان که میخواه مثل واتساپ پال میکنین، یک کد 5 رقمی میآید. وقتی اینجا شماره اونجا رو میزنین 5 رقمی تان میگیرین، پال میکنین گوشی تان، خانواده تان. میبینین وقت اینترنت نباشه خودتان چارج میکنین، اینترنت میگیرین، تلفنش اونجا که پال میشه. خیلی راحت است. این مربوط اتصالات هست. بخاطر از این مشکل پیش آمده دیگه. نمیدارم بخاطر اینترنت باشه چیزای. این هر زبان میتوانین اینجا رویش میزنین. انگلیسی داره، پشتو داره، دری داره. بخاطر از این میخواستم یک ویدیو خوب درباره شما بگیریم. اگر شما افغانستان کدام سیم کارت استفاده میکنین درباره از اینم ویدیو جور میکنیم. تیک توک ما تعقیب کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت نوشته کنید، سوالات نوشته کنید. من درباره آموزش جور میکنیم، میمانیم به تیک توک. تشکر. روز شما وقت شما خوش. خداحافظ.